معرف الله محمد بود، درست است؟ یعنی الله را محمد برش روایت شد، چیزی که برش وحی آمد و برگفت بر صحابه، با صحابه خود صحابه بر ممرایز کردن محمد. از همون خاطر بفرمایید. امی عبدالله پدر محمد بنده کدام الله بود؟ در حالی که معرف الله محمد است، عبدالله بنده کدام الله بود؟ از این که شما در فکرتان که بیاین که بنده که کدام بود یا چیزی بود که همیشه کرشنا میگه نام یک بود الله بود، بنده کدام الله بود؟ خب معرف الله محمد بود، درست است؟ محمد الله را معرفی کرد. پس عبدالله بنده کدام الله بود؟ عیسی علیه السلام پیغمبر بود، محمد همچنین پیغمبر بود. خب درست است، ولی خب پدر محمد اسمش عبدالله بود، معرف الله محمد بود. عبدالله قبلا فوت کرده بود. عبدالله بنده کدام الله بود؟ الله که سعی کنین امی خوب بسیار خوب سوال سوره اخلاص را که تو میگی، سوال بسیار خوب کردید نجیب جان، سوال بسیار خوب کردید، به خاطر که اگرچه بایبل بسیار چیزاش تغییرات کرده، بعضی چیزاش هنوز هم هست. این سوال جواب بده دوست. عبدالله بنده کدام الله بود؟ باش که ما براتون بگویم خو نمیمونی لالا جان که می تکبیر شود. سوال بسیار خوب کردی. اینمی که بعضی چیزای بایبل هنوز هست، چون ما در این باور داریم در کتابای آسمانی که آمده از آدم علیه السلام، موسی، ابراهیم، محمد صلی الله علیه وسلم، از همگیشان یک خدا را پرستش داشتن، یک خدا را قبول داشتن. یک سند بیاور که عرب ها کتاب آسمانی داشتن. قرآن به عربان اومد، خیبر کی اومد؟ قرآن خب بعدها محمد آورد. منظورم در دوران قبل از محمد یک سند بیاور که عرب ها نه یک تورات و زبور و انجیل، مثلا تورات و کتب انبیا را یهودیا داشتن، درست است؟ انجیل در قرن اول میلادی ما برات توضیح میدم. انجیل در قرن اول میلادی نوشته شد، یعنی 600 سال قبل از آمدن قرآن و یا ظهور اسلام. امی عرب ها در امی زمان به چی خدای باور داشتن؟ کدام کتاب را قبول داشتن؟ کدام خدای را باور داشتن؟ پرستش میکردن؟ بله. مردمای بت پرست بودن، نبودن بت پرست. خب پس عبدالله یعنی پدر محمد بت پرست بود، درست است؟ بنده الله یک از بت های کعبه بود، درست است؟ نه یک دقیقه نه غلط. عبدالله الله یک از بت های کعبه بود که 3 دختر داشت به نام های لات، منات و عزا. امیر خنده گرفتیم پیشترکا، امیر گفت ادمو خود برخوام پیشترکی گفتم مغازه قصه بسیار خنده دار است. لالا جان نه این خیلی سوال مهمی است. بله. و قرآن آمد و از مثلا پیغمبر الله. اسم امو بت‌هایی را که پرستش میکردن چی بود؟ اسم بت‌هایی را که پرستش میکردن چی بود؟ راست بسان کنی اسم بت‌ها را نمیگم، مگم مردم عربستان بت پرست بود و بت پرست اسلام آمد که بت پرستی پس شد. تاریخ اسلام خامیست. هدف ما است که قبل از محمد الله وجود داشت، یعنی عبدالله بنده الله. نجیب جان ببخشید، بنده کدام الله بود؟ نجیب در کتاب بایبل الا نمیشه منظور شما رو. بله مسیح جان اجازه میدی من یک کوتاه بگم؟ برادر نجیب از شما سوال میپرسه، میگه قبل از محمد طایفه قریش یا اعراب بت پرست بودن و شما خودتم این رو میدونی، یعنی قبل از احسن قبل از محمد. حالا پدر بزرگ محمد مطلع اسم بچه خودش رو میذاره عبدالله. یعنی غلام الله. یعنی چطور میشه؟ خب یعنی چطور میشه؟ ما براتون میگم یک لحظه ما گپ اول فهمیدم. چطور میشه که نام از او عبدالله یعنی سرونت الله؟ احسن. چطور این کار میشه؟ چطور این کار میشه؟ به خاطر که ما اما پیغمبرا که آمدن مسلمان بودن، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام. عزیزم نجیب جان یک دقیقه ما براتون بگویم. امگی به یک ایرا بعدها محمد بر تو گفت. نه دوست عزیز، ایرا بعدها محمد بر تو گفت در قرآن که همه پیامبران مسلمان بود، ولی تو از نگاه تاریخی ثابت بکن که در بین از مثلا از 600 سال بین عیسی مسیح و محمد تفاوت است، درست است؟ و حتی قبل از او امیر ثابت بکن که عرب ها کدام خدا را پرستش میکردن. یعنی یهودیا کتاب داشتن، درست است؟ تورات و کتاب انبیا را یهودیا داشتن. انجیل در قرن اول میلادی نوشته شد، درست است؟ یعنی تورات، زبور و انجیل تا قرن اول میلادی را تکمیل شد.
یهودی‌ها داشتن و مسیحیایی که تازه به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، ولی اقوام دیگه این کتاب‌ها رو نداشتن مگر اینکه به عیسی مسیح ایمان می آوردن. ولی عرب هایی که مثلا خدا ناباور بودن، اونا کدام الله را پرستش میکردن، به کدام خدا باور داشتن؟